سلام. مهمترین تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را در نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبرهای روز مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز 27 اوگوست 2020 سال است. خبرهای این ساعت را از مسکو شروع میکنیم. دو جوان تاجیکستانی در ساختاری که یک روز پیش در غرب مسکو رخ داد کودکان را نجات دادند. خبر میدهد شبکه تلویزیونی مسکو 24 در صفحه تلگرامی خود. شبکه تلویزیونی معلوم کرده است که در یک بینای 50 کوچه کوبینکای مسکو ساختار به وقوع آمده است. در این بنا نیز دو جوان با نام‌های دلیر و فردوس از تاجیکستان زندگی میکردند. این دو جوان هنگام آتش گرفتن یکی از منزل‌های این بنا توانستند کودکان نابالغ را به رسیدن یگان آسیب از داخل آن به بیرون برآورند. در خبر گفته می شود که این دو جوان تاجیکستانی از بسته شبانه کار برگشتند که در بنا صبح آتش سر زده است و آنها در حال به کمک شتافتند. اولا این دو جوان تاجیک به یک زن جراحت برداشته میان سال کمک کردند. بعد به نقل از آنها در گوششان صدای کودکان نیز میرسد که هر دو جوان به واسطه زینه‌پایه‌های احتیاطی وارد منزل آتش گرفته شده از آنجا کودکان را به بیرون میبرند. یادآور میشویم که ساختار در یکی از بناهای استقامتی در مسکو در کوچه کوبینکا صبح 26 اوگوست رخ داد که میدان آتش 55 متر مربع را تشکیل داده. در نتیجه 16 نفر از جای حادثه به مکان بی‌خوف کوچانیده شدند. زن، کودکان نجات یافته و پدر این کودکان از این دو جوان تاجیک برای قهرمانی و بی‌طرف نبودن در این حالت مشکل اظهار تشکر کردند. خبرهای این ساعت روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. شرکت سامون ایر نرخ چپته‌های پروازهای صادراتی از روسیه به تاجیکستان را به 300 یورو پایین آورد. در این خصوص خدمات مطبوعاتی شرکت هواپیمایی خبر داده است. منبع قید می‌کند که سامون ایر ارزش چپته‌های هواپیمایی را تنها برای 11 پرواز چارتری که به بارکنی دو جانبه عملی می‌شوند کاهش داده است. قبلا با بارکنی یک طرفه ارزش چپته‌های پروازهای چارتری که ارزش آن نسبت به بلیط‌های مقرره 40% گرانتر است برای شهروندان تاجیکستان 395 یورو بود. در عین زمان ارزش چپته‌ها برای بارکنی دو جانبه تا 300 یورو کاهش داده شده است. در رابطه با اجازت برای صادرات شهروندان روسیه از تاجیکستان و از این رو تامین قسماً جایگیرکنی مسافران در سمت تاجیکستان به شهرهای روسیه، رهبریت شرکت هواپیمایی قرار کرد که ارزش چپته‌های همه پروازها با بارکنی دو جانبه از فدراسیون روسیه به تاجیکستان تا 31 اوگوست سال 2020 پایین آورده شود. گفته می شود در خبر اینچنین علاوه می‌گردد که کاهش تعرفه علاقه در پرواز سنت پتربورگ دوشنبه روز 23 اوگوست و اینچنین از مسکو، سورگوت و سنت پتربورگ روز 25 اوگوست تطبیق کرده شدند. کمشوی نرخ چپته و 7 پروازهای دوگانه تاثیر خواهد داشت. شرکت هواپیمایی تاکید کرده است که انتقال مسافران قطعاً طبق رویخط‌های از جانب سفارت و کنسولگری‌های تاجیکستان در روسیه تعقیب داده شده صورت می‌گیرد. چپته‌ها با مسافرانی که در نمایندگی‌های دیپلماتی ثبت شده‌اند تنها در کاسه فرودگاه‌ها طبق رویخطی که به جانب سفارت و کنسولگری‌ها پیشنهاد نموده‌اند فروخته می‌شود. تفصیل خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما میشنوید. جمهوری تاجیکستان برای برگردانیدن شهروندان خویشمندش از دیگر دولت‌ها در دوره پاندمی کرونا ویروس پروازهای چارتری را تا چند وقت باز تشکیل و برآورده مانده است. چون این پروازهای مخصوص با روسیه نیز در یک هفته زیاده از 14 مرتبه صورت گرفته ایستاده‌اند و جهت تامین امنیت سلامتی مسافران داخل هواپیما و هم چاره‌های پیشگیری کننده در سمت پنه‌شوی بیماری‌های سیرایتی در اساس توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت از مسافران گواهنامه طبی شکل مقرر گردیده در خصوص عاری بودن و یا نبودن از کرونا ویروس تقاضا می‌گردد. در این موضوع از پلیس می‌نویسد که بعضی از مهاجران تاجیک در روسیه به این نشریه شکایت بردند که گویا گواهنامه‌های طبی شکل تصدیق گردیده را برای معاینه کنی جای داشتن و یا نداشتن کرونا ویروس به آنها می‌فروشند.
آزمایشگاه‌های کلینیکی تحلیلی که آزمایش‌های مخصوص را برای معاین کنی کرونا ویروس می‌گذرانند با نقشنامه‌های مخصوص که از جانب مقامات ضد انحصاری در روسیه تصدیق کرده شده‌اند عمل می‌کنند. عبدالله خوجایف طبیب تاجیک مقیم مسکو که در یکی از مؤسسه‌های طبی این شهر فعالیت می‌کند در این مورد گفت که سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه برای هموطنان خواهشمند تنها توصیه داده است که آزمایشگاه مرکزی مقامات روسپاتربنادزور را برای تحلیل‌ها، اما خواهشمندان می‌توانند در دلخواه مؤسسه‌های طبی و یا آزمایشگاه‌ها مستقیما رفته تحلیل آزمایشی گذرانند. در مورد پرداخت مبلغ برای گزاراندن تحلیل‌های میکروبیولوژی عبدالله خوجایف گفت که هر مرکزهای طبی و آزمایشگاهی نقشنامه‌های معین خود را دارند، ولی سپردن تحلیل برای معاین سازی کرونا ویروس در آزمایشگاه‌ها نسبت به مرکزهای طبی در بسیار موارد ارزان میباشد. سبب این را این طبیب در به واسطه تحلیل گزاراندن خود آزمایشگاه‌ها می‌داند. مرکزهای طبی باشند تحلیل ها را جمع نموده بعد چنین آزمایشگاه ها میبرند که البته در این مورد هم وقت زیاد صرف میگردد و هم مبلغ. طبیبان میگویند که سپردن تحلیل ها در سمت معاین سازی حالت های جای داشتن کرونا ویروس در بین شهروندان خصوصا آنهایی که از روسیه به تاجیکستان میروند بسیار با مورد است، چون این میتواند در پیشگیری پنهشوی این بیماری خطرناک سرایت نقش مثبت بازد. یادآور می‌شویم که پس از قبول قرار درباره پروازهای علاوه‌ای چارتری از روسیه و تاجیکستان اجازه شهروندان به هواپیما تنها با شهادتنامه نبودن کرونا ویروس فراهم می‌شود. هنگام وارد شدن به تاجیکستان با چنین شهادتنامه شهروندان کشور از آزمایش حتمی و قرنطینه آزاد می‌گردند. تفصیل خبرهای روز را شما مستقیما میشنوید. خبرگزاری رپورتر قرقیزستان می نویسد که وزارت کارهای خارجه جمهوری قرقیزستان در رابطه برای قطع کردن برای خودگیری شهروندان جهت راه یافتن در پروازهای چارتری برای بازگشت به جمهوری قرقیزستان از جانب نمایندگی‌های خارجی قرقیزستان در روسیه قرار قبول کرده است. رسانه خبر مذکور را با استناد به سفارت قرقیزستان در فدراسیون روسیه نشر کرده است. در این رابطه به این شرکت‌های هواپیمایی اویاترافیک ایرافلوت، سیبیر، تزجت و اورالسک اویالینی حقوق مستقلانه فروختن چپته‌های هواپیمایی را برای پروازهای نقشه‌ای در اساس فروش آنها در خزینه‌های رسمی یا فروش آنلاینی از سامانه‌های رسمی شرکت‌های هواپیمایی مذکور داده می‌شود. همچنین در خبر علاوه گردیده است که از 27 اوگوست همه شهروندان قرقیزستان بدون تماس با سفارت می‌توانند با خواهش خود توسط خریدن چپته‌ها مستقیما از خزینه‌های بلیط فروشی آنلاینی در سامانه رسمی این شرکت‌ها به قرقیزستان پرواز کنند. امروز پرواز هواپیماهای شرکت‌های در بالا ذکر گردیده به شهرهای بیشکک و اوش قرقیزستان از شهرهای مسکو، سنت پترزبورگ، نووسیبیرسک و یکاترینبورگ فدراسیون روسیه انجام داده می شود. سود ناحیه نوپخیارسک دعوای سرایست وزارت کارهای داخلی ولایت ورونژ را نسبت یک شهروند جمهوری تاجیکستان که همراه با اویله‌اش در اساس برنامه دولتی کوچانیدن هموطنان اشتراک نموده پول نقد گرفته به زادگاهش برگشته است خانه کرد. طبع کاتبات دادگاه ناحیه نوپخیارسک به روزنامه‌نگاران گفتند سودشونده حجت‌ها جمع آورده صاحب شهادتنامه اشتراکچی برنامه دولتی کوچانیدن هموطنان به فدراسیون روسیه را گشته است. وی با زن و دو فرزندش به روسیه آمده در جای استقامتش ثبت نام نموده است. به او 50,000 روبل کمک پولی برای منزل داده شد و خراجات کوچیدن نیز در حجم 58,000 روبل دیگر نیز جبران گردید. منبع میگوید که پس از چند ماه این نفر قاعده اساسی برنامه دولتی را ویران نموده به تاجیکستان با اهل اویله‌اش برگشته است. دادگاه ناحیوی دعوای سرایست وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه اوید به ولایت ورونژ را قانع کرده مبلغ در حجم 100,000 روبل روسی پرداخت شده را با فایده دولت ستانیده است. تفصیل مهمترین خبرهای این ساعت تاجیکستان و جهان را شما مستقیما شنیدید. سلامت باشید.